مناقشه‌ای که طول یک چند روز میان دولت تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفت باعث نگرانی‌های زیاد گردید. باید گفت که ملت سربلند تاجیک همیشه طرفدار صلح و ثبات و تنظیم و آرامی بود و هست و میماند. ما جوانان صاحب استقلال همیشه خواهان آنیم که دوستی میان دولت تاجیکستان و قرقیزستان تا ابد پاینده و جاویدان باشد. مردم شریف و سربلند تاجیکستان عزیز همیشه جانبدار صلح و ثبات، پایداری و مستقلیت خویش هستند. هر یکی ما را می باید که پیش از همه نمونه ننگ و ناموس وطنداری باشیم. مردم کشور را با آباد و پیشرفتگردانی سرزمین اجدادی دعوت نماییم. پیش راهی بیگانه پرستی و خیانت را به منفعت‌های دولت و جمعیت گیریم. والا بودن منفعت‌های دولت و جمعیت را پیوسته احساس نموده همیشه هوشیار و زیرک و وطندوست و وطنپرور باشیم.